مافیای کامورا یک سازمان جنایی ایتالیایی است که در منطقه کامپانیا به وجود آمده است. این یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین سازمان‌های جنایی در ایتالیا است که به قرن 17 برمیگردد. ساختار سازمان مافیای کامورا به گروه‌های مجزا تقسیم شده است که هر گروه را خانواده گویند. هر رئیس یا باس سرپرست یک خانواده است. مافیای کامورا در فعالیت‌های جنایی مختلفی مشغول هستند، از جمله قاچاق، قتل، دزدیدن و غیره میباشد. مافیای کامورا از قرن 17 در اسپانیا شکل گرفت و به ایتالیا منتقل شد. در نیمه قرن دوم 19 مافیای کامورا به عنوان یک باند زندان در ناپل پیدایش کرد. پس از آزاد شدن اعضای باند خانواده‌های جنایی را در شهر تشکیل دادند و قدرت خود را افزایش دادند. مافیای کامورا با استفاده از خشونت، فساد و رشوه به مقامات دولتی و قضایی نفوذ خود را در جامعه گسترش دادند. بین سالهای 1915 تا 1917 مافیای کامورا با یک سازمان جنایی دیگر به نام مافیای سیسیل در نیویورک جنگ کرد. این جنگ به عنوان جنگ مافیای کامورا سیسیل شهرت یافت و منجر به کشتار بسیاری از رؤسای خانواده‌های هر دو سازمان شد. پس از پایان جنگ مافیای کامورا تحت فشار قضایی و رقابت با سازمان‌های جدیدی قرار گرفت. بعدها مافیای کامورا با تغییرات اساسی و اجتماعی در اروپا و جهان همخوانی یافت.